سایه ها بر فراز زمین سرد. پاییز 2022 آسمان آبی نبود. پرده خاکستری بر چهره شهرها افتاده بود. صدایی که از ژرفای تاریخ برخاسته بود در کوچه های کیف میپیچید. آژیر خطر. صدای آژیر خطر در شهرهای اوکراین پیچید. صدایی که تنها آسمان پیمای ناتو را از نزدیک شدن به مرزهای روسیه باز نمی داشت، بلکه لرزه عمیق بر پیکر نظم جهانی انداخت. جنگی که بسیاری آن را پیش بینی می کردند آغاز شد. جنگ همانند مه بی صدا از لابلای دیوارها گذشت و در دل این مه دو چهره پدیدار شدند. چهره نخست جاسوس سایه ها، ولادیمیر پوتین، فرزند سازمان ساخته استخوان‌های آهنین KGB، مردی که نگاهش سردتر از زمستان سیبری بود و رویایش نقشه‌ای که مرزها را نه با معاهدات که با حافظه تاریخی ترسیم می‌کرد. اوکراین را نه یک کشور که عضوی جدا شده از پیکر روسیه می‌دانست. زخم سال 1991، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز در ذهنش خونچکان بود. برای او انقلاب‌های اوکراین در سال 2014 میدان و سپسنادیم شورشی بود علیه نظام طبیعی و نظم باید بازگردد، حتی با آتش. در فوریه 2022 عملیات نظامی ویژه را آغاز کرد. جمله‌ای بیروح برای جهنمی داغ. او گفت برای حفاظت از روس زبانها، اما فراتر از کلماتش رد پای رویای امپراتوری دیده می شد. ناتو، دشمن دیرینه در آستانه دروازه های روسیه و او نمی توانست ساکت بماند، چون باور داشت که تاریخ جای ضعیفان نیست. چهره دوم، دلغک بی‌نقاب، ولادیمیر زلنسکی، مردی از دنیای نمایش، بازیگر کمدی، کسی که با طنز وارد سیاست شد و با تراژدی به تاریخ پیوست. در آغاز جدیش نمی گرفتند. دشمنانش لبخندش را نشانه ضعف می دانستند. اما وقتی بمب ها افتادند، او نماند تا دست تکان دهد. ایستاد میان مردمش در خیابان های تاریک با ژاکتی ساده و صدایی که از قلب برخاسته بود. او نمیخواست قهرمان باشد، اما تاریخ برخی را میگزیند. او گفت به من مهمات بدهید، نه راه فرار. و همین جمله برای جهانیان کافی بود تا بدانند این مرد آمده که بماند. دو جهان در تقابل. در یک سو مردی که گذشته را می ستاید، در سوگ امپراتوری از دست رفته. در سوی دیگر مردی که آینده را فریاد می زند، حتی با گلوی زخمی. یک سو ارتشی با زره‌های فولادین، در سوی دیگر ملتی با زره‌های ایمان. جنگ حالا دیگر تنها در خیابان‌های خارکیف و باخمود نبود، در رسانه‌ها، ذهن‌ها و حتی میان خانواده‌ها بود. پوتین سکوت مرگ را می‌خواست، زلنسکی فریاد زندگی را. و اما پرسشی بی پاسخ: چه کسی پیروز خواهد شد؟ نه بر میدان جنگ که بر خاطره نسل‌ها. کدام صدا در تاریخ باقی خواهند ماند؟ صدای فرماندهی در پناهگاه‌های استالین یا صدای مردی با تلفن همراه در خیابان‌های تاریک؟ این جنگ شاید پایان نداشته باشد. شاید صلح تنها ماسکی باشد برای آتش زیر خاکستر. اما آنچه باقی خواهند ماند داستانی از دو مرد، دو مسیر و ملتی که میان آتش و امید راهی برای ادامه پیدا کرد.